گفتی باور بفرمایید اعتقادم اینه، بدون مبالغه عرض می‌کنم کسی این حدیث رو بشنوه یه کمی دقت کنه شاید تا آخر عمرش دیگه نماز اول وقتش ترک نمیشه. اعتقادم اینه، با این عقیده میخونم. در روایت داریم اگر کسی، بینندگان عنایت کنن، اگر کسی نمازش اول وقت بخونه لحظه جان دادن ملک الموت شهادتین رو تلقینش میکنه. لحظه جان دادن ملک خود ملک الموت یادش میده، میگه بگو اشهد ان لا اله الا الله، بگو اشهد ان محمد، شهادتین بهش تلقین میکنه. الان همه ما ترسمون اینه که آقا چجوری از دنیا میریم، با ایمان از دنیا میریم، بدون ایمان از دنیا این پاداش آجا نظیر نداره به نظر. نظیر عرض کردم من واقعا اعتقادم اینه. یه بار دیگه حدیث رو میخونم، متنش هم نوشتم در کافی شریفه. رسول خدا فرمود ملک الموت میگه من هر روز 5 بار موقع نماز تو خونه ها میام یه سری میزنم. وقت رسول خدا فرمود میاد برای چی میاد تو خونه ها سر میزنه؟ ملک الموت برای چی میاد تو خونه ها وقت نماز؟ انما یتصفحهم، یعنی سر میزنه برای اینکه اینا اول وقت نماز میخونن یا نه. فان کان ممن یواظب علیها، حواسشون هست، اگه اول وقت نماز میخونه الله لقنه شهادت ان لا اله الا الله و محمد رسول الله. اللهم صل علی محمد. اللهم صل. اگر نگران جان دادن و مرگ و سکرات مرگ